زبان و ادبیات شرق جزو میراثی خود خدا نظر از سازنده ما همسال یک مقاله نوشتم و ضرورت تحلیف تاریخ ادبیات را با نگاه نو، با رویش نو، با بینش نو تحقیق کرده بود و خوشبختانه امروز چنان که می‌بینیم ما این گونه یک نمونه همین گونه یک کتاب تاریخ ادبیات تاجیک را که با بینش نو، با نگریش نو نوشته شده است این را در دست داریم. تاریخ ادبیات که پروفسور اسدزاده خیلی نویگری ها دارد. اگر کسی از اون سرسخنش تا امکان فرصت مناسب و فرصتی پیدا کرده باشد خوانده باشد خودشان هم اشاره کردند که اونی که شما بدونید با ناشدن زمانه جلدهای داریم که چنین اثری حجیم رو 700 صحیفه رو از هشتی استاد اسدزاده در همین دانشگاه ملی با کار کتاب‌های بسیاری ماندگار ایجاد کردن. این که ادبیات دوره نو این در دوره استقلالیت البته شما رسانند این همون فصل آخرین فصل ششم است که در اونجا در توجیه در دوره استقلالیت بها داده می‌شوند و استاد اسدزاده بسیار خوب کردند که در تکیه با استاد صدرالدین عینی ادبیات را از ابتدای عصر 20 آغاز کردند. و در اینجا چیز دیگری که من میخوام بگم خب یعنی در این کتاب تمامی همون شخصیت‌های ادبی از روی مقام و منزلت بها داده شده است و بها بسیار منصفانه و جدی و علمی میباشد. خب مثلا درباره استاد عینی در دو فصل صحبت می‌رود، هم در فصل اول هم در فصل دوم و قریب 100 صحیفه است. ممکن بعضا سوال پایدار می‌شود که مثلا 100 صحیفه زیاد نیست و من وقتی که مطالعه کردم دیدم که در اینجا بسیار همون فکرهایی که تا حاضر هم درباره استاد عینی هنوز تاریک هستند خب خیلی خوب توشنامه